اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید: باب تحریم لعن انسان بعینه او دابة، یعنی باب در مسئله حرام بودن لعنت کردن انسان معین، چی کافر و یا مسلمان باشد، او دابة، و همچنین باب در مسئله حرام بودن لعنت کردن چارپا یا مرکب یا چیز دیگری را لعنت گفتن و لعنت کردن حرام می باشد. پس این باب را ما و شما درس گذشته شروع کردیم و از این باب 3 حدیث اول را گرفتیم و همچنین بیان کردیم معنای لعنت گفتن و لعنت کردن را و همچنین بیان کردیم ضرری لعنت گفتن را که انسان وقتی یک کس را لعنت میگوید به چی ضررها مواجه و روبرو می شود. پس ما و شما 5 ضرر را بیان کردیم که انسانی که یک انسان دیگر را لعنت میکند، اولا حکمی گویا که اون انسان را قتل کرده است، گناهش در نامه اعمالش نوشته می شود. دوم، انسانی که لعنت میگوید از درجه، از جایگاه صدیقین محروم می شود. و سوم، انسانی که لعنت میگوید در روز قیامت شفاعتگر شدن نمیتواند، شفاعت کردن نمیتواند. و سومین ضرری لعنت کردن، انسانی که لعنت میگوید و لعنت کردن را عادت میکند، اون انسان در روز قیامت از جمله گواهان نمی باشد. چهارمین، گواه شدن نمیتواند، در روز قیامت شاهد شدن نمیتواند. و پنجمین ضرری لعنت گفتن، انسانی که بسیار لعنت میگوید اون انسان شهید نمی میرد، اون انسان درجه شهادت را به دست نمی آرد. پس این 5 ضرر بود، درس گذشته اینها را بیان کردیم و درس امروزه همان از زیر این باب حدیث 4 اما از کتاب ریاض الصالحین حدیث 1553 شروع می شود. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1553 کتاب ریاض الصالحینش می گوید: و عن سمرة بن جندب رضی الله عنه قال، یعنی که از سمره ابن جندب رضی الله عنه روایت است که گفت: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. سمره ابن جندب میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: لا تلاعنوا بلعنت الله. پیغمبر گفتند که شما یکدیگر را لعنت نکنید، نفرین نکنید یکدیگر را، یعنی که دعا نکنید شما یکدیگر را بلعنت الله، یعنی که به لعنت کردن، به لعنت الله، یعنی به دوری از رحمت الله شما یکدیگر را لعنت و نفرین نکنید یا یکدیگر را دعا نکنید، یعنی یکدیگر را نگویید شما که از رحمت الله تو محروم باش، یعنی لعنت الله بر تو باد، به یکدیگر نگویید. ببینید رسول الله صلی الله علیه و سلم در این حدیث صریح و آشکار میگوید شما یکدیگر را لعنت نگویید، لعنت نکنید، نفرین نکنید. پس ای کسانی که در این شب و روز، در این زمانه زبانهایتان را عادت کناندید به لعنت گفتن و نفرین گفتن، و ای آن کسانی که پیروی لعنت کنندگان هستید، پیروی لعنت گویان هستید، از الله بترسید، از این عمل دست بکشید که رسول الله شما را منع کردگی هست از لعنت گفتن و لعنت کردن. ولا بغضبه، و همچنین پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید شما بر ضد یکدیگر دعا نکنید به خشم و غضب الهی، یعنی نگویید یکدیگر که
خشم الله بالای تو باد، غضب الله بالای تو باد، یکدیگر را نگویید. ولا بالناری، و همچنین شما یکدیگر را دعا نکنید به آتش دوزخ، یعنی که آتش دوزخ جایگاه باشد، یعنی تو دوزخی گردی گفته شما یکدیگر را دعا نکنید. ولا بالنار یعنی که دعا نکنید که انسان ای شخص تو دوزخی بگردی، تو دوزخی هستی، گفته این گپ ها را میگه رسول الله شما نگویید. پس ببینید رسول الله صلی الله علیه و سلم در این سه حدیث سه عمل زیشت را ما و شما را آگاه میکند که از سه عمل زیشت دست بکشیم. یکم لعنت گفتن، دوم مردم را به خشم و غضب الله کشیدن، سوم مردم را حکم کردن به آتش دوزخ که تو دوزخی هستی، تو به دوزخ گرفتار شوی. گفته دعا کردن را رسول الله صلی الله علیه و سلم منع میکند که این طور دعا نکنید شما. رواه ابو داوود و ترمذی، این حدیث را ابو داوود و ترمذی روایت میکند و قال حدیث حسن صحیح. امام ترمذی میگوید این حدیث حسن و صحیح میباشد. پس ششمین ضرری که انسانی که بسیار لعنت میگوید و زبانش را به لعنت عادت میکند، ششمین ضرر برای اون انسان این هست که اون انسان مرتکب معصیت شده است. یعنی که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته است نکن، این ضد سخن رسول الله برآمده است و لعنت میگوید. پس لعنت کنندگان آگاه باشید که ششمین ضرر بالای شما همین است که شما ضد رسول الله برآمدید، شما گپی رسول الله را نگرفتید. این ششمین ضرر. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1554 کتاب ریاض الصالحین را آورده میگوید و عن ابن مسعود رضی الله عنه قال، یعنی که امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1554 کتاب ریاض الصالحین میگوید از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لیس المؤمن بالطعان، یعنی رسول الله گفتند که مؤمن طعنه زننده نمی باشد. طعنه زننده یعنی چی؟ یعنی که به ناموس و به آبروی مردم بازی نمی کند. انسان مؤمن به آبرو و به ناموس مردم بازی نمی کند. پس کسانی که امروز به ناموس مردم، به ناموس و آبروی مردم بازی کرده ایستادید، از الله بترسید که رسول الله میگوید که مؤمن، اگر شما مؤمن هستید از الله بترسید که رسول الله میگوید که مؤمن به آبروی مسلمان، به آبروی دیگرها، به ناموس دیگرها بازی نمی کند. این یکم. ولا لعانی، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید که مؤمن همچین لعنت کننده نمی باشد. مؤمن در زبانش لعنت ندارد. پس کسانی که لعنت را عادت کردید، پس از الله بترسید، لعنت کردن را ترک بکنید که مؤمن لعنت کننده نمی باشد. ولا الفاحشی، و همچنین انسان مؤمن فاحش نمی باشد، یعنی که بد زبان، بد گفتار نمی باشد، دهانش بد نیست و گفتارش بد نمی باشد. ولا البذی، و همچنین پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که مؤمن بد کردار و بد رفتار و بی شرم نمی باشد. بذی یعنی بد کردار، بد رفتار و انسانی که بی شرم و بی حیا است. هر چیزی که از زبانش میبرد میگوید، دروغش میخپی باز دروغ میگوید، تهمت میکند تهمتش میخپی باز تهمت میکند. این دلالت به بی حیایی میکند که مؤمن این طور باید بی حیا نباشد. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم در این حدیث ما و شما را از 4 چیز منع کرد. یکم، باید انسان طعنه زن، یعنی که به آبروی مردم و به ناموس مردم بازی نکند. و دوم، انسان باید لعنت کننده نباشد. سوم، باید انسان بد دهان و بد گفتار نباشد. و چهارم، نباید که انسان بد کردار و بد رفتار و بی شرم باشد. از این چیزا باید انسان دوری بجوید.
رواه الترمذی. این حدیث را امام ترمذی روایت کرده، میگوید و قال حدیث حسن. امام ترمذی میگوید که حدیث حسن می باشد. پس رسول الله صلی الله علیه وسلم در این حدیث هفتمین ضرر لعنت کردن را بیان کرده، میگوید که هر انسانی که لعنت میکند اون مؤمن نمی باشد. پس لعنت کنندگان متوجه باشید که از مؤمن بودن خط زده میشوید، یعنی که خطر بزرگ دارد لعنت کردن. حتی کافر هم شما لعنت نکنید، از الله بترسید که در دین حتی کافری که زنده هست در حال زنده بودنش حرام است که اون را لعنت بکنید. بعد از مردنش اگر با کفر بمرد، چطوری که درس گذشته گفتیم با کفر بمرد لعنت کردنش جایز است، اما زنده باشد لعنت کردنش جایز نیست. اما مؤمن را مرده و زنده اش را لعنت کردن حرام و از گناهان کبیره می باشد و شامل این 7 ضرر که تا به حال ذکر کردیم انسان شامل این 7 ضرر می گردد اگر که یک مؤمن را چی زنده است و چی مرده است لعنتش بگوید. این بود حدیث 1554 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1555 کتاب ریاض الصالحین را آورده، میگوید و عن ابی الدرداء رضی الله عنه قال، یعنی که امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1555 کتاب ریاض الصالحین میگوید که از ابو درداء رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. ابو درداء میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که ان العبد اذا لعن شیئا، رسول الله میگوید هر آینه بنده ای که هنگام چیز را یا کسی را لعنت میگوید، یعنی وقتی که انسان یک کس را لعنت که میگوید یا یک چیز را لعنت میگوید، صعدت اللعنت الى السماء، بالا می شود لعنت به طرف آسمان، یعنی همین لعنت گفتگی همین انسان طرف آسمان می براید. فتغلق ابواب السماء دونها، پس بسته می شود درهای آسمان برای این لعنت. این لعنت آسمان اجازت نمی دهد که بالا ببراید، درهای آسمان بسته می شود، دیگر این لعنت بالا برآمده نمی تواند. ثم تهبط الى الارض، بعد می فراید می آید این لعنت گفتگی این انسان به زمین. پس آسمان در دیگه جا نمی یابد، دروازه نمی یابد که بدراید به طرف آسمان، پایان می خنبد، این لعنت به زمین می آید. فتغلق ابوابها دونها، پس بسته می شود درهای زمین بر روی این لعنت، یعنی زمین هم درهاش بسته می کند، دیگه لعنت به زمین در آمده رفتن نمی تواند. ثم تأخذ یمینا و شمالا، پس این لعنت میگه به طرف راست و چپ می رود، در بالای زمین طرف راست می رود، طرف چپ می رود. فاذا لم تجد مساغا، پس زمانی که پیدا نمی کند راه مساغ جای برآمده پیدا نمی کند، رجعت الى الذی لعن، پس بر می گردد به نزدی کسی که لعنت گفته شدگی است. یعنی انسان رو شما میگه لعنت به فلان انسان، این لعنت شما به آسمان می رود جا نمی یابد، به زمین می رود دروازه نمی یابد بدراید، بعد می رود به طرف همون انسانی که شما لعنتش گفتید، همون کسی را که شما لعنت گفتید به نزد همون می رود. میگه رجعت الى الذی لعن، بر میگردد می رود به نزد کسی که شما لعنتش گفتید. فان کان اهلا لذالک، پس اگر که سزاوار این لعنت باشد همون انسان، و الا رجعت الى قائلها، و اگر که سزاوار نباشد بر میگردد به گوینده اش. الله اکبر. ببینید وقتی که شما لعنت رو گفتید، دیدید که لعنتی گفتگی شما چند قدر سیر و گشت میکند، آسمان میرود، از بزرگیش آسمان درهاش میبندد و اجازت نمیدهد، زمین میآید، از بزرگی این گناه لعنت را زمین اجازت نمیدهد بدراید، زمین درهاش میبندد. پس این لعنت به نزد همون کسی میرود که شما لعنتش گفتید. اگر سزاوار لعنت باشد،
خوب به اون پیوست می شود. اگر سزاوار نباشد رجعت الی قائلها، برمیگردد به گویندهش. ای انسانی که تو لعنت میگویی، این لعنت کردگیت به سر خودت گشته می آید. ببینید هشتمین ضرری لعنت گفتن این است که لعنت گفتگیت به سر خودت برگشته می آید. این هست هشتمین ضرری لعنت گفتن. پس از لعنت گفتن زبان کشید و زباناتون دور کنید و دست کشید و از این دور باشید که این ضررها بالاتون خواهد آمد اگر شما عادت کناندین زبانهایتان را. این بود حدیث 1555 که رواه ابو داوود. امام نووی میگوید که این حدیث را ابو داوود روایت کردگی هست. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1556 کتاب ریاض الصالحین را آورده میگوید و عن عمران بن الحسین رضی الله عنهما قال، یعنی که امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1556 کتاب ریاض الصالحینش میگوید از عمران بن حسین رضی الله عنهما روایت است که گفت بینما رسول الله صلی الله علیه و سلم فی بعض اسفاره، میگوید زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در بعض سفرهایش بود، رسول الله در حالت سفر بود، میگه در بعضی از سفرها، و امرأة من الانصار علی ناقة، پس میگوید زن از انصاری، یعنی زن انصاری بر بالای شترش بود، بر بالای شترش سوار بود، فضجرت، پس اذیت شد این زن اذیت شد، یعنی که شترش این زن را گوش نکرد، یعنی که گپش نگرفت، این زن اذیت شد. فلعنتها، پس این زن لعنت کرد آن شتر را، آن مرکبش را، اون چارپایی را که سوار شدگی بود اون را لعنت کرد. فسمع ذلك رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال، پس میگه شنید لعنت این زن را رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس رسول الله گفت خذوا ما علیها و دعوها، رسول الله گفت بگیرید آن باری که بر بالای شتر هست و شتر را رها کنید، آزادش کنید شتر را. رسول الله گفت آن باری که بر بالای شتر هست، بار توشه سفر، آن توشه سفرها را بگیرید و گفت شتر را آزادش کنید، رهایش کنید. فإنها ملعونة، رسول الله گفت هر آینه اون شتر لعنت شده است. ببینید این زن فقط وقتی شترش گپش نگرفت لعنت بر تو گفت، شترش را لعنت کرد، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت بار شتر را بگیرید و شتر را آزاد کنید. این شتر گفت دیگه در سفر با ما نباشد که این شتر ملعون است، ملعون نباید با ما یک جا باشد. ببینید حتی مرکب را، حتی وقتی شما ماشین سوار میشوید یا تلفنتون یا خر و اسب سوار هستید، چی گناهی که کرد، چی نافرمانی کرد، چی مشکلی ایجاد کرد، شما لعنت نگویید. حتی مرکبتون رو، تلفنتون رو، حتی اسب و حتی خری که سوار هستید شما لعنت نگویید که ملعون می شود، لعنت کرده شده می شود. وقتی لعنت کرده که شد با شما هیچ فایده نمی آورد، پس شما باید از اون چیز دوری بجویید. قال عمران میگوید فکأنی اراها الان تمشی فی الناس ما یعرض لها احد، میگه که مثل این که من میبینم همون شتر حال حاضر که در بین مردم رفت و آمد میکند، همون شتر ما یعرض لها احد، هیچ کس دیگر به اون شتر توجه نمیکند، اون شتر دیگه هیچ کس نگاه نمیکند، هیچ کس دیگر صاحبی نمیکند. چرا؟ زیرا که رسول الله گفت که ملعون است، دیگه سرش دید برود، این لعنت شد، این لعنت شده است، گفت آزادش کنید برود، دیگر هیچ کس به آن چیزی لعنت شده نزدیک نمیشد. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کرده است. پس لعنت نگویید، حتی مرکب و
تلفن و خانه و آن چیزی که در نزدتان است، هیچ چیز را لعنت نگویید که ملعون شد. شما نباید اون را دیگر استفاده برید و یا از استفاده آن دیگر شما بهره و فایده به دست آورده نمیتوانید. این بود حدیث 1556 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1557 کتاب ریاض الصالحین را می آورد، میگوید و عن ابی برزة نضلة بن عبید الاسلمی رضی الله عنه قال، یعنی که امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1557 کتاب ریاض الصالحینش میگوید از ابو برزه نضله ابن عبیدی اسلمی رضی الله عنه روایت است که گفت بینما جاریه علی ناقه علیها بعض متاع القومی، میگد زمانی که جاریه علی ناقه، یک زن جوان دخترچه میگه در بالای شترش بود، علیها بعض متاع القومی، بر بالای آن شتر بعض وسیله های آن قوم بود، یعنی که بالای یک شتر ده بعض وسیله ها و بعض توشه های سفر بود. میگوید در بالای اون میگه یک دخترچه سوار بود، یک زن جوان در بالای آن شتر بود. ایض بصورت بین نبی صلی الله علیه و سلم، ناگهان میگه این زن پیغمبر صلی الله علیه و سلم را دید، یعنی ناگهان این زن، این جوان زن رسول الله صلی الله علیه و سلم را دید. و تضایق بهم الجبل، و دشوار کرد و تنگ گشت به این کوه، یعنی که تضایق بهم الجبل یعنی که بر اینها دشوار و تنگ گشت کوه، یعنی که اون زن وقتی که پیغمبر را دید یعنی که خودش را گم کرد، آن کوه دیگر در نظرش تنگ تافت و دشوار و بگیم مکانی ناامن یا مکانی ناخوب تافت، یعنی که پیغمبر را دید بگیم شرمش و بگیم حیا کرد، ایزا کشید. فقالت، پس میگه همین زن گفت حل یعنی چطوری که اسب رو مثلا های میکنیم چو گفته های میکنن، یا که مثلا خیر رو ایخ گفته های میکنن، میراند. شتر رو های کردن ده حل میگن، یعنی که گویا که سرزنش کردن است. حل کلمه است که برای سرزنش شتر است، یعنی که وقتی های کردن ده وقت راه نمیگردد حل میگویندش. اللهم لعنها، بعدش میگه گفت که ای الله لعنت که این شتر را، یعنی از شرم و از حیا و از بگیم خودش را ناخوب حس کردن، این زن از زبانش برآمد که ای الله لعنت که این شتر را. فقال النبی صلی الله علیه و سلم، پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که لا تصاحبنا ناقه علیها لعنتون، گفت نباید با ما باشد شتری که لعنت بالای آن شتر است. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت نباید این شتری که لعنت شدگی است با ما باشد. رواه مسلمون، پس این حدیث را امام مسلم روایت کردگی هست. قوله، پس سخنی که در این حدیث آمده است حل بفتح الهاء المهمله و اسکان اللام، حل و هی کلمه لزجر الابل، و این کلمه است که برای سرزنش کردن شتر استفاده برده می شود. حل یعنی که سرزنش کردن برای شتر استفاده برده می شود. اکنون میگد امام نووی رحمه الله میگوید و علم ان هذا الحديث قد يستشكل معناه، میگه بدون که این حدیث را گاه اشکال پیش می آرد معنایش، ولا اشکال فیه، اما میگه در معنای این حدیث یگان اشکال وجود ندارد. بل المراد النهی ان تصاحبهم تلك الناقه، بلکه میگه مقصد از بازداشتن پیغمبر این است که با پیغمبر صلی الله علیه وسلم نباید این شتری لعنتی باشد، این شتری که لعنت شدگی است نباید با پیغمبر باشد. میگه معناش همین است. وليس فيه نهی عن بیعها، یعنی که در این نهی پیغمبر، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم نهی کرد، در این میگه معناش این نیست که اون را فروخته هم دیگر نشود.
او ذبح او را کشته نشود و رکوب یا که را سوار شده نشود فی غیر صحبت نبی صلی الله علیه و رکوبها فی غیر صحبت نبی صلی الله علیه وسلم، یا که سوار شده نشود اون رو در نبود پیغمبر صلی الله علیه وسلم. میگه معناش این نیست. بل کل ذالک، بلکه همه این و ما سواه من التصرفاتی و غیر از این چیزهایی که گفتیم، یعنی که از فروختن و کشتن و سوار شدن در نبودن پیغمبر و غیر از این دیگر استفاده بریاش، میگه جایز است. لا منع منه، یعنی منع شدگی نیست. وقتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت که این شتر گفت با ما نباید باشد که این لعنت شدگی هست، معناش این نیست که او را فروخته نشود، کشته نشود، سوار شده نشود در نبودن پیغمبر. میگه معناش این نیست، بلکه جایز او را بکشی، گوش بخوری، بلکه جایز او را بفروشی، بلکه جایزه که در نبودن پیغمبر او را سوار شوی، در جایی که برای پیغمبر همراه نباشد او را سوار شدن میتوانی. میگه الا من مصاحبته صلی الله علیه و سلم بها، مگر اینکه همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم این شتر را بردن و سوار شدن، استفاده بردن جایز نیست. اگر پیغمبر باشد پس نباید که این شتر را در جمعیت، در سفری که پیغمبر در آن هست استفاده ببری. لان هذه التصرفات كلها كانت جائزه فمنع بعض منها، زیرا اینکه میگه این استفاده بری ها همش جایز بودند، پس منع شد از بعض استفاده بری ها، یعنی که در حضور پیغمبر استفاده بردنش منع شد. فبقی الباقی علی ما کان، پس باقی استفاده بری ها به حال خودشان باقی ماندند، یعنی که استفاده بردنش میگیری هیچ باقی ندارد، درست و جایز است، هیچ باقی ندارد که دیگر استفاده بری ها به وجود بیایند. والله اعلم، باز الله جل جلاله داناتر هست. پس این حدیث خلاصش این است که اون شتری را که رسول الله گفت که نباید با ما باشد که این لعنتی است، فقط در حضور پیغمبر نباشد، اما میتونه صاحبش برد بفروشدش، میتونه صاحبش برد استفادهش ببرد و سوارش بشود و ذبحش کند، گوشت بخورد، اینها جایز و درست است. فقط در حضور پیغمبر نباید این شتر با استفاده یا که در حضور پیغمبر این را سوار بشوند، یا در جمعیتی که پیغمبر در اون جمعیت باشد نباید این شتر همراه اونها باشد. پس این بود آخرین حدیث از باب حرام بودن لعنت کردن انسان معین یا چارپا و مرکبه. با همین این باب به آخر رسید. پس ما و شما در این آخر خلاصه این باب را بیان بکنم که هشت ضرر بر انسان لعنت گوینده بالایش می آید. اگر که ماشین یا شتر یا تلفن یا چیزهایی که دارد اون را لعنت بگوید، 9 چیز می شود که 9 چیز از 9 چیز محروم میگه، یا 9 ضرر بالای انسانی لعنت گوینده می آید. پس برادران عزیز و مهربان و شنوندگان محترم، از لعنت گفتن و لعنت کردن دوری بجویید که این ضررها بالایتان می آید. پس با همین این باب به آخر رسید. باب 9 میگذاریم، باب جواز لعن اصحاب المعاصی غیر المعینین، یعنی باب در مسئله جایز بودن لعنت کردن گناهگاران، معصیتکاران، غیر المعینین، یعنی که به شکل غیر معین، به شکل غیر معین می شود که گناهکاران را، معصیتکاران را لعنت گفتن جایز، اما معینش نمی کنیم. چطوری که در باب گذشته گفتیم که لعنت کردن شخص معین تا کافر باشد، در حال زنده بودنش لعنت کردنش حرام می باشد. اما در این باب 9 جایز بودن لعنت کردن گناهگارانی که غیر معین باشد، به عینش نه، غیر معین میتونیم که لعنتشون بگوییم. خب امام نووی رحمه الله در زیر این باب 2 آیت میارد. اولین آیتش میگوید قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی در سوره هود آیت 18 گفته است الا لعنت الله علی الظالمین، یعنی الله سبحانه و تعالی میگوید آگاه باشید که لعنت الله جل جلاله بالای ظالمان میباشد. ببینید الله سبحانه و تعالی لعنت گفته از ظالمان را،
یعنی که همین گروهی از گناهگارانی که ظلم را اجرا میکنند الله گفته است لعنت بر ظالمان. پس ما و شما هم میتونیم بگیم لعنت بر ظالمان. اما یک انسان رو بیارند نامش مثلا تاشمراد است، همین تاشمراد ظالم است، آیا میتونم بگم که لعنت بر تو ای تاشمراد که ظالم هستی؟ نه، شخص معین شد گفتنش جایز نیست. اما میتونیم بگیم که لعنت الله بر ظالمان، بر گروه از این گناهگاران لعنت فرستادن جایز، اما یک شخص معینش را معین کردن جایز و درست نمی باشد. این اولین آیت درباره گروه گناهگاران را که ظالم هستند جایز است بگیم که لعنت بر ظالمین. بعد از این دومین آیت را میارد، میگه و قال تعالی، الله سبحانه و تعالی گفته است سوره اعراف آیت 44، الله سبحانه و تعالی میگوید که فاذن مؤذن بینهم اللعنت الله علی الظالمین. میگه که پس اعلان کرده است، اعلان کننده فریاد کرده است، فریاد کننده در بینشان که لعنت الله جل جلاله بر ظالمین باد. ببینید در این آیت هم گروهی از گناهگاران که ظالمین هستند جایز است که بگیم لعنت الله بالای ظالمین باد، نه به شکل معین، بلکه این گروه را به یک جا جایز است لعنت گفتنش. پس این دو آیت بود در زیر این باب. اکنون بعد از این میگوید که و ثبت فی الصحیح ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، میگه ثابت شدگی است در حدیث صحیح که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته است لعن الله الواصلة والمستوصلة. یعنی چی؟ یعنی لعنت کرده است، لعنت کند الله جل جلاله الواصلة، یعنی کسان، زنهایی که موی را با مویهای دیگر میبندند، یعنی کاکلک زیاتی میبندند، موی دیگر را میارد در سرشان میبندند. پس میگوید که الله جل جلاله این زنی موی سر بندنده را، این زنی که موی سر دیگر را میارد در سر یک کسی دیگر میبندد، پس الله جل جلاله این زن را لعنت بکند. والمستوصلة، و همچنین الله جل جلاله لعنت بکند زن را که طلب میکند که موی سر دیگر کس در سر این بسته شود، یا به مثل موی سرش در سرش ببندند تا اینکه موی سر بتابد و موی سرش بگیم بسیار بتابد. با این نیت وقتی که این کار را میکند پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید هم اون زنی که موی سر میبندد، هم اون زنی که این موی سر بستن را میخواهد و طلب میکند که موی سر دیگر کسی و به مثل موی سرش در سرش بسته شود، کاکلک و بگیم کاکل بسته شود که موی سرش زیاد بتابد از غیر موی سر خودش، پس میگوید لعنت الله بر هر دی این زنها باد. چی زنی که این کار را شغل خود و وظیفه خود انجام قرار دادگی است، یا که اون زنی که کلینت این شدگی است و میرود موی سرش در موی سرهای دیگر را میبندند تا اینکه موی سر این زیاد بتابد. در زیر این بسیار چیزها میدراید. همچنین لعنت الله باد بر آن گروه زنهایی که در چشمانشان اون رنگای گوناگونی هستند و را میگذارند. این هم در زیر این حدیث میدراید، زیرا که تغییر داد شکلی را که الله براش داده بود. یا اون زنهایی که خودشان را، رویهایشان، لبهایشان را غفص میکنند، اون لفظ غفص کنک را میزنند، اون چیزهایی را که میکنند لبها را غفص میکنند. یا زنهایی که پرای رویشان را تغییر میدهند، یعنی که یگان دارو یگان اوکال میزنند تا اینکه زیاد میکنند و کم میکنند. خلاص این کارهایی که میگن اون آرایشی که بینیهاشون آرایش میکنند و لبهاشون آرایش میکنند و رویهاشون آرایش میکنند، همه اینها در زیر همین میدارد. این زنها لعنت شده هستند، این زنها لعنت شده هستند. اما سوال چنین، آیا یک زن را دیدیم همین کار را کرد، آیا مثلا اون زن مثلا یک نام دارد، مثلا هند نام دارد اون زن، آیا میتونیم بگیم که ای هند تو همین کار کردی تو لعنتی هستی؟ میتونیم بگیم؟ نه، گفتن نمیتونیم، به عینش گفتن نمیتونیم. اما میگیم هر زنی که موی سر دیگران را میبندد، یا هر زنی که این کار را وظیفه خود، شغل و کار خود قرار داده است، یا هر زنی که میرود بینیش را
عملی میکند، بینیش را اپراتسیا میکند، یا اون زنی که میرود لباش قفس میکند، اون زنی که در چشماش اون رنگ های گوناگون را میزند، یا اون زنی که روش را تغییر میدهد، اون زنها میگم لعنتی هستند. اما به عین معین یک کس را بیارد که همین دختر همین زن این کار را کرده است، اون را به عینش تکفیر اون را به عینش لعنت نمیگوییم، به عینش لعنت نمیگوییم. اما در عموم میگیم که زنهای این کار را میکنن اونها لعنتی هستند، اونها زنهای ملعونه میباشند. با طریق عموم گفته میتونم، با طریق خاص شد گفتش نمیتونیم. ببینید در این جمع رسول الله صلی الله علیه و سلم با طریق عموم زنهایی که این کار را میکند لعنت چون گفت، اما با طریق خاص گفته نمیشود. و انه قال، و همچنین پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته است که لعن الله آکل الربا، یعنی لعنت کند الله جل جلاله رباخور و پرسندخور را. کسانی که رباخور هستند الله لعنتشون کند. ببینید اما یک انسان رو بیارد تاشمت پرسندخور است، با پرسند سوم میدهد، پرسند قطعی سوم میگیرد و پرسندخور است، یعنی که سوم مردم میتید پرسند میگیرد، ربا میگیرد. آیا میتونم بگم که این تاشمت ملعون است، لعنتی است؟ نه، معین شد گفتن نمیتونم. اما در عموم میگیم که هر کسی که ربا خور است لعنت الله بر اون باد. ربا خوران ملعون هستند، این گپا را گفته میتونیم، اما به طریق خاص شد گفتهش نمیتوانیم. و انه لعن المصورین، و هر آنه میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم لعنت کردگی است مصورین را، صورت گیرندگان را. کدام صورت گیرندگان؟ در سوی گذشته بیان کرده بودیم که صورت گرفتن به چند قسم تقسیم می شود. صورت گرفتن یعنی هیکل کشیدن، یک انسانی که هیکل میکشد. هیکل کشیدن گناه است، حرام است، ناجایز به هر نیتی که وقتی که هیکل میتراشد، چی از چوب و چی با لای و چی با تخته و با سنگ و با کلوخ و با هرچی که وقتی انسان یک هیکل میسازد، این کار حرام است، از گناهان کبیره است. اون هیکل تراش هر نیتی که داشته باشد اون نیتش وابسته نیست، او حرام است. این یکمین قسمی صورت گرفتن. پس لعنت میگیم به کسانی که هیکل تراش هستند. اما یک انسان معین رو بیارن که انسان هیکل تراش است، آیا میتونیم بگیم لعنت؟ نه. اما در عموم میگیم که لعنت الله بر هیکل کشها. این یکم نمودی صورت. دیم نمودش مثلا شکل کشیدن، مثلا بر رنگ قطعی میکشن در دیوار و در ورق و در چیزی. این اگر چیزهای جاندار باشد جایز نیست کشیدنش. اگر چیزهای بیجان باشد مثلا آسمان و زمین و درخت و گلزار و این چیزها را کشیدنش جایز است. اما چیزهای جاندار باشد آدم و حیوانات و این چیزها را کشیدنش جایز درست نمی باشد، حرام می باشد. و همچنین میتونیم بگیم که لعنت الله بر اینها. بعضی علما میگویند، بعضیا خلاصه در مسئله این اختلاف است. اما سوم قسم صورت گرفتن که فوتوگرافیا، صورت میگیری، این اسباب های نابرآمده که است که امروز ما و شما با تلفن و با اون صورتگیرخانه‌ای که دارن صورت میگیریم، این را گرفتنش در حالت ضرورت جایز است. مثلا برای پاسپورت، برای پروا، شهادت رانندگی، یا که برای چیزهایی که داکیومنتاسیون در کار میشود برید بگیرید، این جایز و درست است. اما بیهوده و بهوده هر جا که رفتی صورت گرفتن بگیری، این ناجایز و نادرست میباشد. پس این انواع صورت گرفتن هست. و انه لعن المصورین، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم لعنت کردگی از صورت گیرها را. این کدام صورت گیرها بوده است؟ همون کسانی که هیکل میسازند، یا همون کسانی که صورت جاندارها را میکشد، چیزایی که جان دارد اونها را میکشد. زیرا که در روز قیامت الله سبحانه و تعالی امر میکرد اون انسانی که صورت جاندار را میکشد، الله میگه که تو این را روحش ببخش، زندهش کن. آیا میتونه زنده کند این انسان؟ نمیتواند. پس این انسان خودش را در عذاب و در غضب الله گرفتار میکند. از این حساب از این چیزهایی که جان دارد از صورت کشیدنشان برادرانی که صورت کش است دست بکشید. اما صورت گرفتن زنهای لیچ را نگیرید، و زنهای لیچ را یا که زنهایی که حجاب شرعی رعایت نمیکند اونها را نباید صورت گرفت، زیرا که این حرام است و جایز نمی باشد. این فوتوگرافی همش حلال نیست، همش حلال نیست. در اما جایهای درکاری و حالتهای لازمی جایز است. اما با نیتی به مقصد پهن کردن یا زنهای به حجاب را صورت گرفتن، این چیزها حرام و نادرست می باشد. خب این بود در مسئله صورت. و انه قال، و همچنین میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته است که لعن الله من غیر منار الارض، یعنی که پیغمبر میگه که لعنت کند الله سبحانه و تعالی شخص را که تغییر میدهد
نشانه های زمین را، ای حدودها، یعنی حدود زمین را، یعنی مرزها را، کسانی که تغییر میدهد، علامت گذاری های زمین را کسانی که تغییر میدهد، الله سبحانه و تعالی میگه اونها را لعنت بکند. یعنی چی؟ یعنی که زمین شما با همسایتون زمینا بر بر که هست و علامت میگذارد، شما اون علامت رو مثلا 1 متر، 1 وجب، 2 وجب به طرف همسایتون میدرارید تا اینکه زمین همسایتون در زمین شما بدراید، انا همین صورت در لعنت الله بالای این انسانی که این کار را انجام میدهد بالای این میباشد. پس کسانی که در عموم این کار را میکنن میگم لعنت الله برایش، اما یک شخص معین را بیارن او را معین را لعنت نمیگوییم و لعنت نمیکنیم. این بود لعنت کردن الله سبحانه و تعالی. پیغمبر میگه لعنت کنند الله کسانی را که علامت ها و نشانه های زمین را تغییر میدهد، این زمین همسایه را به ناحق میگیرد یا وجبش را میگیرد. و در گذشته هم خوانده بودیم که کسانی که 1 وجب زمین یک آدم را میگیرد، 7 طبقه زمین بر سر اون انسان، به گردن انسان آویزان میشود. اون انسان این 7 طبقه زمین را در روز قیامت حمل میکند و حج میکند. این عذاب براش بس است. وای به حال کسانی که زمین یک آدم همش میگیرد با طریق دروغ و آدم دوانی و کریشه‌داری و سود دوک، بیچاره بعضی را زمیناشون همشون میگیرن. وای به حال اون کسانی، اون ظالمایی که این کار را انجام میدهند که زمین انسان را همش را میگیرد. و کسانی که یا وجبش را میگیرد اینها لعنت شدگی هستند. و کسانی که اگر همش بگیرد چی؟ لعنت او چند برابر زیادتر. اما با شخص معین چطور گفتیم لعنت نمیگه. اما کسانی میگم این کار را میکند ملعون هستند، لعنت الله لعنتشون بکند. این طور گفته میتوانیم. و بعد از این میگه که و انه قال، و هر آن میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته است که لعن الله السارق یسرق البیضه، یعنی الله سبحانه و تعالی لعنت کند دزد را که تخم رو میدزدد. حتی تخم را دزدیدن انسان وقتی دزدی میکند میگه الله لعنتش بکند. ببینید یعنی که دزدی کردن هم انسان در لعنت الله گرفتار میشه. پس ما میتونیم بگیم که لعنت الله بر دزدها را الله لعنت کند گفته میتونه. اما یک انسان معین رو بیاره بگه این دزد است، اون شخص معین رو لعنت کرده نمیتوانیم، لعنت گفته نمیتونیم که حرام است. و انه قال، و هر آن میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت لعن الله من لعن والدیه، یعنی لعنت کند الله سبحانه و تعالی کسی را که پدر و مادرش را لعنت میکند. کسی که پدر و مادرش را لعنت میکند الله اون را لعنت بکند. ببینید آیا کسی پدر و مادرش را لعنت میکند؟ ای کسانی که امروز زبانهایتان را عادت کننده به لعنت کردن، اکنون دقت بدید که کی هست که پدر و مادرش را لعنت میکند. روز رسول الله گفت که هر کسی که پدر و مادرش را لعنت میکند لعنت الله بر او باد. و پرسان شدن که یا رسول الله آیا کسی پدر و مادرش را لعنت میکند؟ رسول الله چی جواب داد؟ گفت نعم، بله، انسان‌هایی هستند پدر و مادرش را لعنت میکنند. چی کسانی هستند؟ حدیثی که امام مسلم روایتش میکند از عبدالله ابن عمرو رضی الله عنه است. میگوید که یسب ابا الرجل فیسب اباه، پس دشنام میکنند بگه این انسان پدر یک کس دیگر را، اون کس پدر این را دشنام میکند. و یسب امه فیسب امه، و این انسان دشنام میکند مادر یک کس دیگر را، اون یک کس دیگر لعنت و دشنام میکند مادر این را. این همین لعنت است. پس ای کسانی که امروز شما لعنت میکنید پدر و مادر یک کس را یا یک انسان را، اون انسان میگردد پدر و مادر شما را لعنت میکند، پس شما انا همین طایفه انسانی هستید که لعن الله من لعن والدیه، لعنت کند الله سبحانه و تعالی کسانی را که پدر و مادرشان را لعنت میکنند. شما همون کسانی میگردید که پدر و مادر خودتون را لعنت کرده ایستادید. یعنی پدر و مادر یک کس دیگر را لعنت کردی، گشته پدر و مادرت را لعنت کرد، پس تو همون کسی هستی که پدر و مادر خودت را لعنت کردی. پس از این لعنت کردن دست بکشه. چطور گفتیم 8 ضرر دارد، باز این میتونیم 9مین ضرر یا 10م ضرر برای کسانی که لعنت میگویند که پدر و مادر خودشون را لعنت گفته ایستادن. این عمل لعنت کردن بسیار عمل زشت و بد است، از این دست بکشید. این بود سخن رسول الله. بعد از این میگه ولعن الله من ذبح لغیر الله، یعنی لعنت کند الله سبحانه و تعالی هر کسی را که قربانی به غیر الله میکند.
هر کسی که قربانی در نزد یک شخصیت، یک بزرگوار را میرود در پیشش قربانی میکند، پس الله سبحانه و تعالی لعنت کند اون کس را، زیرا که الله میگه فصل لربک وانحر، نماز بخوان برای پروردگارت و قربانی را فقط و فقط برای پروردگارت بکن. قربانی یعنی که یک انسان را خیلی که میرن در پیش پاش مثلا عروس میارن، یا که یک حضرت و داملو میاد، یا شیخ میاد، یا بزرگوار و یک رئیس میاد، در پیش پاش میارن گوسفند را میکشن. این حرام است، این شرک اکبر است، این ناجایز است، زیرا که قربانی است، این انسان بزرگ داشتن این حرام میباشد، ناجایز است. الله در سوره کوثر میگه فصل لربک وانحر، نمازت را برای پروردگارت بخوان و همچنین قربانی را برای پروردگارت بکن. این قربانی حساب می شود، حرام و ناجایز است که در پیش پای یک کس اون کس را تعظیم و بزرگ داشته این کار را بکنی. یا الله در سوره انعام آیت 162 هم میگه که قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، یعنی بگو، حضرت ابراهیم علیه السلام میگه، یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم الله میگه که بگو که هر آینه صلاتی، نماز من، و نسکی و قربانی من، و محیای و زندگی که من زندگی به پا میکنم، و مماتی و مرگ من لله رب العالمین، همش برای پروردگار است. یعنی قربانی که میکنیم باید برای الله بکنیم، نه برای یک شخص، نه برای حضرت و داملو و در پیش عروس و داماد، و نه، اینها نه، اینها حرام و ناجایز میباشد. اما یک انسان خانت مهمان میشود، یک حضرت، یک انسان با قدر و با منزلت و با عزت، پس تو میتونی که برای اون یک مال رو ذبح کنی، نه در پیش پاش، یعنی برای مال رو ذبح کن، بیار با همراه فرزندانت از گوشت اون استفاده بر، این جایز و درست است. اما در پیش پاش آورده کشتن اینها از شرک اکبر می باشد. انسانی که این کار انجام میدهد از دین خارج می شود. پس این عمل بسیار بزرگ است. پیش داماد و عروس و پیش شیخا و پیش حضرتا و پیش بزرگان در پیش پاشون ذبح نکنید که از دین خارج می شوید. بعد از این میگه و انه قال، و هر آینه میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته است که من احدث فیها حدثا او آوا محدثا، یعنی هر کسی که من احدث، هر کسی که بدعت را به وجود بیارد، فیها یعنی در مدینه، هر کسی که بدعت را در وجود بیارد، حدثا او آوا محدثا یعنی بدعت را در مدینه به وجود بیاره، فتنه را، یعنی حدثا به دو معناست، میشه بگی به معنای بدعت، میشه به معنای فتنه. هر کسی که بدعت را به وجود بیارد در مدینه، یا هر کسی که فتنه را به وجود بیارد در مدینه، او محدثا، یا هر کسی که جای بدهد برای بدعتکار در مدینه، یا هر کسی که جای بدهد برای فتنه‌گر در مدینه، فعليه لعنت الله والملائکه والناس اجمعین، پس برای اون انسان لعنت الله باد و لعنت ملائکه ها باد و لعنت تمام مردم باد. ببینید این همچنین کسانی که فتنه‌گران را یا بدعت گزاران را در مدینه جا می‌دهد، لعنت الله بر اونها باد همچنین. بعد از این میگه و انه قال، و هر میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته است که اللهم لعن رعلا و ذکوان و عصیتا، یعنی ای بار الها لعنت بکن قبیله رعل را و قبیله ذکوان را و قبیله عصی را. چرا؟ عصوا الله و رسوله، زیرا که اینها نافرمانی الله و پیغمبر را کردند. یعنی این سه گروه، این سه قبیله اصحاب پیغمبر را به قتل که رساندن، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حق این سه قبیله و سه گروه دعا کرد که الله لعنتشان بکن. پس لعنت بر این قبیله همش نمی باشد، کسانی که دست داشتن در همون قتل، بر همونها لعنت است، زیرا که الله در سوره انعام آیت 164 میگه که ولا تزر وازره وزر اخرى، یعنی هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد و به دوش خود نمی گیرد. وقتی که یک گروه مثلا میره و یک کار رو میکنن، یک قبیله کار رو میکنن 10-20 نفرش، همه اون قبیله گناهگار نمیشوند، همون کسانی که اون کار رو کرده همونها گناهگار میشوند. پس رسول الله این سه قبیله رو وقتی که لعنت گفت، همون کسانی که دست داشتن لعنت بر همونها هست، نه اینکه بر همه اون قبیله. میگه و هذه ثلاث قبائل من العربی، و این سه قبیله از قبیله های عرب میباشند. بعد از این میگه که انه قال،
و هر آینه میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته است که لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، یعنی لعنت کند الله سبحانه و تعالی یهود رو، لعنت کند الله سبحانه و تعالی یهود رو که گرفتن قرار دادن قبرهای پیغمبرهایشان را محل عبادت. ببینید رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه لعنت بر یهود که قبرهای پیغمبرانشان را مسجد و عبادتگاه و خانقاه قرار دادند. میگه الله لعنت کند انا همون طایفه از یهود را. ببین معین نکرد شخص معین، گفت هر طایفه که همین کار را انجام دادن. و همچنین از مسلمان هایی که قبر را عبادتگاه قرار میدهند، خانقاه قرار میدهند، در بالای قبر میروند مسجد میسازند، الله سبحانه و تعالی میگه همچنین لعنت کند این طایفه مردم را هم. زیرا اینکه وقتی که یهود را الله لعنت کنه گفت برای که قبر پیغمبرانشان را محل عبادت قرار داد، و همچنین مسلمان هم که قبری یک مرد صالح را یک کس را می رود عبادتگاه قرار می دهد، همچنین این هم در لعنت شامل می شود. پس برادران عزیز و مهربان، مسجد هایی که در بالای قبرستان ساختگی است، در بالای قبر ساختگی است، در مسجدی که در دروش قبر هستند، در اون نماز نخوانید، نمازتان درست و جایز نمی باشد، نماز فاسد است. در مسجدی که در داخلش قبر است، در اونجا نماز فاسد است، نماز جایز نمی باشد. و نگاه میکنیم اول اگر قبر باشد در بالاش مسجد بسازن، اون مسجد نماز خواندن جایز و درست نمی باشد. اما مسجد باشد و بعد قبر بیارن بکنن، در این صورت قبر میکنیم، اون جسم را، اون میت را از قبر بیرون میکنیم، اون مسجد باقی میماند. یعنی که حالت را دقت بدید، اول اگر مسجد باشد بعد قبر کردن، قبر میکنیم میپرتویم، مسجد باقی میماند. اما اول قبرستان بود بعد آوردن مسجد بکنن، در اونجا نماز عموما نمیخوانیم، اون مسجد را ویران میکنیم، مسجد دیگر ساخته میشود. اما در اینجا بعضی از اهل بدعت، بعضی گمراهان شاید دلیل بیارند، شاید اشکال پیشه بکنند، بگن که رسول الله صلی الله علیه و سلم در داخل مسجد نبوی هست در مدینه، پس در اونجا نماز خواندن حکمش چی است؟ جواب چنین است برادران عزیز و مهربان، دقت بدید. جواب چنین است که مسجد پیغمبر بود، بعد اون قبر پیغمبر ساخته شد جداگانه، جدا هست از مسجد. دقت دادگی باشید، از مسجد قبر جدا هست. وقتی که مسجد را کلان که کردن، قبر جداگانه مسجد کلان شد، این جایز است، این اگه اشکال ندارد، زیرا اینکه قبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم جدا هست از مسجد، در داخل مسجد نمی درآید. وقتی مسجد را کلان کردن و مسجد جدا هست و قبر جدا هست، جایز بگم در اونجا نماز خواندن جایز و درست می باشد. این اشکال را دقت بدهید. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که لعنت الله بر یهودی که قبرهای پیغمبرهایشان را محل عبادت قرار دادند. همچنین مسلمانایی که قبر صالحا و گذشتگانشان را عبادتگاه قرار بدهند، اینها هم شامل لعنت الله می شود و در شرک غوطیدند، شرک مشرک می شوند، اما باز در لعنت الله هم گرفتار می شوند. بعد از این میگه که و انه و هر آینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم لعن المتشبهین من الرجال بالنساء، یعنی که لعنت گفتگی از رسول الله صلی الله علیه و سلم، لعنت کردگی از رسول الله صلی الله علیه و سلم مردهایی که شبیه و مانند میکنند خودشون رو به زنها، یعنی مردهای خودشون رو به زنها مانند میکنند، لعنت الله بر اونها همچنین باد. و المتشبهات من النساء بالرجال، و همچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم لعنت کردگی است زنهای را که خودشون رو به مردها شبیه و مانند میکنند. پس الله و پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینها را لعنت کردگی است. پس ما و شما همچنین میگیم که هر مردی که خودش را با زن مانند میکنند، چی در لباس باشد، یعنی لباسی زنانه بپوشد، چی در پاپوشی باشد، حتی پاپوشی زنانه را پوشیدن هم جایز نیست. حتی در حاجت خانه وقتی که می‌درآیید پاپوشی زنانه را پوشیده در آمدنتون جایز نیست، در بیرو پاپوشی زنانه را پوشیدنتون جایز نیست. لباس زنانه، حتی در خانه لباس زنانه را پوشیدن برای مردها جایز نیست. برای مردها جایز نیست که یگان لباس زنانه را بر تنشان بکند. و در گفتار هم همچنین نباید مرد با زن مانندی بکند.
و در رفتار، فعل و رفتار مردم هم باید از زنها فرق بکند. اگر که مانند شد پس در لعنت الله این مرد گرفتار می شود و در صورت هم همچنین نباید مرد خودش را به زن مانند بکند. و زنها هم همچنین، زنهایی که خودشان را چه لباس مردانه بپوشند، لباس شوهرش را در خانه پوشیدن مثلا بپوشد، این حرام است، در لعنت الله گرفتار می شود. یا لباس مردانه یا پاپوشی مردانه بپوشد، در لعنت الله گرفتار می شود. یا خودش را به مرد مانند بکند در گفتارش، سخنکنیش به مثل مردانه باشد، در لعنت الله گرفتار می شود. یا فعل و رفتارش به مثل مردانه باشد، در لعنت الله گرفتار می شود. باید این فعل و رفتارش را و گفتارش را تغییر بدهد، زیرا که اگر این طور که شد در لعنت الله گرفتار می شود. پس برادران عزیز و مهربان در این مسئله متوجه باشید که بسیار از برادران و بسیار از خواهران در این مسئله بسیار به توجهی میکنن، فکر میکنن مشکل ندارد که مرد لباس زن را پوشد و زن لباس مرد را. نه، این خطر کلان دارد که انسان در لعنت الله گرفتار می شود به این سبب. پس این بود گروه از طایفه هایی که پیغمبر لعنتشان کرده است. ببینید، اما یک شخص معین را که مثلا لباس مردانه یا زن لباس زن مردانه پوشد یا مرد لباس زنانه پوشد، معین لعنتش نمیکنیم، زیرا که لعنتی معین جایز نیست. اما میگیم هر کسی که همین طور خودش را مانند میکند لعنت الله را گرفتار با، در عموم میگویم، اما در خصوص در خاص حکم نمیکنیم. با مثل همین مسئله تکفیر است، تکفیر خاص داریم، تکفیر عام، یعنی که هر کسی که به شرک میافتد مشرک است و از دین خارج شده است. اما یک شخص معین رو ببیند بیارد نزد ما، نگاه میکنیم حالش را و شروط و شرایطش را بگیم محیا میکنیم، ضوابط رو دقت میتیم، بعد از اون تکفیر میکنیم. عیناً به مثل تکفیر است. ما اهل سنت و جماعت این طور قاعده داریم، اما تکفیری های خبیث این قاعده ها را قبول ندارند. الله سبحانه و تعالی هدایتشان بکند این طایفه خبیث را. بعد از این امام نووی رحمه الله میگوید و جمیع هذه الالفاظ فی صحیح، همه لفظایی که میگه من آوردم همش در حدیث صحیح آمدگی هستند. بعضها فی صحیح البخاری و مسلمین، بعضی از این حدیثایی که میگه حالا آوردم در بالا در بخاری و مسلم هستند. و بعضها فی احدهما، و بعضی از اینها میگه فقط در یک تاشون هستند. و انما قصدت اختبار بالاشاره الیها، و هر آینه میگه قصد کردم اختصار کردن را به اشاره کردن به همین ها و بس. یعنی که من در اینجا میگه فقط ببینید حدیث رو آورد، همون لفظ رو نگفت در کجا و کی گفته است، فقط مختصر آورد. میگه فقط من قصد کردم که در این مسئله مختصرا بیان کنم که این طایفه مردم را در عموم لعنت گفتن جایز می باشد. میگه و سأذكر معظمها فی ابوابها، میگه بسیار این حدیث رو میگه در جایهای خودش میگه ذکر میکنه، در آینده این حدیث با میآیند، میگه در آینده در جایهای خودش میگه معظمی بسیاری از این حدیث رو میگه میآرم من هذا الباب من هذا الكتاب، یعنی در همین کتاب در بابهای معین در همین کتاب ریاض الصالحین میگه من بسیاری از این حدیث رو باز در جایگاه‌های خودشون میارم ان شاء الله تعالی، اگر الله سبحانه و تعالی خواسته باشد. با همین این باب حرام بودن، باب جایز بودن لعنت کردن گناهگاران به شکل غیر معین به آخر رسید. بعد از این باب نو شروع می شود باب تحریم سب المسلم بغیر حق، یعنی باب در مسئله حرام بودن دشنام کردن یک مسلمان به ناحق حرام می باشد. این باب را ان شاء الله درس آینده خواهیم گرفت. پس درس امروزه را در همینجا به پایان می رسانم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.